سرم خم کردم، از پیشانی مبارک رسول صلی الله علیه و سلم بوسه کردم. همین حالت میگه چشمم افتاد و لبهای چون برگ گل رسول صلی الله علیه و سلم مثل لبهای ماهی می جنبید. میگه گوشم نزد لبهای مبارکش بردم که خداوند رسول الله چی میگفته باشد؟ میگه که میگفت امتی امتی امتی. پیغمبری که حیاتش به امتی گفتن رفت و هرگز راحت دنیا را ندید، برای این امت در درون لحدم امت در روز قیامتم امت تا زیر عرش امت گفته می رود، تا زیر عرش. میگوید که دوزخ می برارن مثل بقیه که در درون تاریکی می بانش و روشنایی که برو آوردی دیوانگی میکند. جهنم را 70,000 ملائکه با زنجیرها بستگی می آورد در میدان حشر. جهنم به همون بزرگیش حمله بر سوی مردم میکند. 70,000 ملائکه بزرگ زنجیرها را میکشند تا دوزخ را به جای خود بشنانند، حمله میکند. عاقبت حمله میکند، از دست ملائکه کنده میکند به سوی مردم میآید. تمام پیغمبران دوزانو میزنند و نفسی میگویند، تمام پیغمبران و نفسی میگویند، اما رسول الله میگوید و امتی میگوید. مردم بعضی ها ثواب جهاد میپرتایند تا که علاوه خاموش کنند. کوه علاوه و مساد است، سیل علاوه و مساد است، علاوه جهنم. و تکون الجبال کالعهن المنفوش. اون همه علاوه است که بلندترین کوه دنیا را به نزدیکیش بیاد و آبش میکند. حرارت گرمی او را دهن انسان جرأت نمیکند که بزند. خدا گفت و تکون الجبال کالعهن المنفوش. استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. خداوند میگه که دوزخ چنان حرارتش بلند است که حزب دوزخ انسان است، سنگ. همین کوهی بلند آتش به سوی مردم میاد. مردم ثواب جهاد میپرتایند، خاموش نمیشوند. ثواب روزه میپرتایند، ثواب حج میپرتایند، ثواب زکات میپرتایند. هیچ چیز خاموش کرده نمیتواند این آتش. چرا؟ زیرا اینکه همه عبادت ها ریا بود، همه عبادت ها خسکی بود، مخلصانه نبود، خالصانه نبود، تنها برای رضای خدا نبود. مردک نماز میخونه ریا، مسجد میاد ریا، خدایی میکنه ریا، حج میره ریا، قرآن میخونه ریا، عبادت میکنه ریا. والله عبادت با ریا چی در کار است؟ حضرت مولا میگوید نمازی که در او صدق و صفا است، اگر در کعبه بگذاریش روا نیست. وقت نماز صدق نداشته باشه، محبت نداشته باشه، در درون کعبه هم که بخوانی فایده نداره. حضرت علی کرم الله وجهه روایت میکنه که نماز میخوام، حالت الله اکبر تحریمه میبست، وجودش لرزه میگرفت، از دستی لرزه کردن قریب کتفاش کنده میشه زمین میافتاد، رنگ روش مثل گل خار زرد میشد. میگفت که یا امیرالمومنین شما چرا در حالت نماز خواندن اینقدر میلرزید، اینقدر انداماتون به لرزه میاد؟ گفت که میترسم که در بالای جای نماز به خدا که وقتی صحبت میکنم میگم بی ادبی از من رخ ندهد. من میترسم در پیشگاه خدا کمبودی نکنم. این است لرزه ای من از خدا. اونا این قدر میترسیدن. ما نماز میخونیم چنان میتشویش، الله اکبر تحریمه میبندیم، هوشمان در بازار، هوشمان در خانه، هوشمان در کوچه، هوشمان در گاو، هوشمان در خر و در زمین. ما این نماز چی میشه باشد؟ رکوعی نداریم مناسب، سجده نداریم مناسب. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم صلوا کما رأیتمونی اصلی. نماز بخوانید ای امتی من همچنانه که پیغمبر تو نماز خواند. نماز پیغمبر بخوان. نماز صبر دارد، نماز خشوع دارد، نماز خضوع دارد، نماز عشق دارد، نماز محبت دارد. اگر نماز رسول الله نباشد از نماز چه فایده گرفتی؟ هیچ فایده ای نگرفتی. خواجه باغ داری، باغ داری، تمام. میسوزاند الان. رسول الله میگه سراسیموار آب پاش میکند. با مجرد پاش کردن آب کوه بلند آتش خاموش می شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سر در سجده الهی ماندن، خدا را شکر. یا جبرئیل چه آب بود این کدام آب بود که علاوه دوزخ خاموش کرد؟ ببین بیریزان قطره اشکه که من هستم خریدارش، بیاور ذره اخلاص که دریا کردنش با من. یا رسول الله این آب چشم امت تو بود. هر قطره که ریزاندم در صحبت ها، در جمعه ها، در معرکه
قیام کرده بودم در این کاس. انا همون آب چشم امتت بود که کوه بلند آتش را خاموش کرد. آب چشم امتی رسول الله قدر دارد، قیمت دارد. خداوند یک سر، در یک سر 4 تا چشمه داد. هر 4 چشمه نعمت است. آبش، طعمش، بویش جداگانه. خداوند سر داد، یک چشمه چشم. آب چشم شور است. اگر خاک شود چشمت اعما می شود، کور می شود. این معلوم میشه که آب چشم هم نعمت است. آب چشم شور است. این آب چشم شور است که در نظر انسان به قدر است، به قیمت است. الله میگه من این را به پول قیمت میخرمش. بریزم قطره اشک که من هستم خریدارش. بیاور ذره اخلاص که دریا کردنش با من. آب گوش تلخ است، بدبوی است. اگر قاق شود کر میشه انسان. این معلوم میشه نعمت بوده است، شکری را به جا آوردن در کار. آب دماغ نه بوی دارد نه طعم دارد. اگر قاق شود دیگر هیچ بویی را نمیفهمی. این معلوم میشه نعمت بوده است. آب دهان شیرین و لذیذ و گوارا اگر قاق شود مرگ فرا میرسد. این معلوم میشه که نعمت بوده است. در یک سر 4 تا چشمه. این چشمه ها را نعمت. من آیتی فاقدون فذکرونی اذکرکم. مرا یاد کنید به یگانگی، شما را یاد میکنم به بندگی. واشکروا لی ولا تکفرون. همه نعمت های مرا استفاده برید، کفر نعمت نکنید. چه خوردی روزه امروز؟ تو ما را شکر نعمت گاهازی خوردیم سیر کردیم الحمدلله تا سر خدا پاچا. معده هامان آرام گرفت، جسم آرام گرفت، باید روح هم آرام بگیرد. غذای جسم نان و خوردنی و طعام بود، غذای روح سخن خدا. روح هم آرام گرفته ایستاده است، روح هم سیر کرده ایستاده است. چه خوردی روزه امروز؟ تو ما را شکر نعمت گو. غمی فردا مخور هرگیز که فردا خوردنت با من. غمی پگره نخور برادر، رزاق عالم همه را خورانساد است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بی نهایت مهربان. ترجمهش: خدا بسیار مهربان است بر مؤمنان نه بر کافران. خدا بخشنده است بر مؤمنان نه بر کافران، اما رزق دهنده است بر مؤمن و کافر. او رزق میدهد بر مؤمن و کافر، او بخیل نیست. یک زمان نزدی حضرت ابراهیم علیه السلام یک مرد یهودی آمد، گفت که خیلی عمر طولانی داشت. گفت که خلیل خدا، فهمیدم که تو خیلی مردی سخاوتمندی، چند روز است که چیز خوردگی نیستم، برای من یک ایده طعام بده که بخورم اشکام سیر کنه. گفت که اوقات ابراهیم، طعام ابراهیم برای یهودیای کافر نیست، من نمیتونم. یهودی رفت، از در برآمد، ناامید. جبرئیل امین خطاب آورد: ابراهیم خلیل خدا، خدا بر تو سلام گفت. بعد از سلام الله جهان فرمود که این یهودی مشرک را 80 سال خدا رزق داده تا نیست. ابراهیم نتون یه ساعت بتیش. رزاق خورانان بخوراندگی الله هست. 80 سال خدای خلیل، خدای ابراهیم این یهودی را خورانید، پوشانید، حیاتش داد. ابراهیم از ساعت یک پیاله کاسه شوربه داشته نیست. دوباره حضرت ابراهیم رفتن کافتن آوردن که بنده خدا برای تو مرا عتاب کرد. دوباره طعامش داد، دوباره شرابش داد، دوباره اوقات طعام و لباسش داد، هر چیز خدمت ادا ازش میامد کرد. گفت که یهودی که خدایی که دوست را بر دشمن یک کرد، لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله، ایمان آورد. در حال ایمان آورد. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم یک قبیله بود به نام بنی تنیم. در مکه مکرمه قبیله بنی تنیم خیلی قبیله با نفوذی مکه بودن. زمانی که گشنگی فرا رسید، بسیار رسول اکرم سنگ قناعت در اشکم بستگیان، خودشان هم چند روز چیز خوردگی نیستن. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم چنان گشنه و لاغر در زیر درختان خرمه ها، در زیر درختان سایه ها، هر طرف افتیدگی از دست گشنگی. عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا حق امت دوست می داشت که 2 ماه و 3 ماه تا دیدان رسول الله علاوه نمیدید، به خاطر که امت کم بغل بود، خونش هیچی نداشت. چشم امت به سوی دیگی پیغمبر چار می شود. امت که گشنه بود پیغمبر خدا نان نمیخورد، تنها خرما و آب خنک میخورد، زندگیش به همین دوام میداد. یک تا یهودی آمد از قبیله بنی تنیم، آمد گفت محمد صلی الله علیه وسلم، ما از قبایل بنی تنیم هستیم، گشنه هستم،
سبحان الله. گفت که لوچ هیچ لباس نداشت. گفت من در لباس بده، من لباس پوشم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله گفتن صحابه ها که در این لباس بده. حضرت سلمان فارسی خیز گفت که یا رسول الله من ردای تنم میتیش، ردای مبارک کشیدم در تن یهودی پیش آمدم. علی کرم الله وجهه بلند شد گفت من امامه سرم میگیرم، صدا چگیری سر شما. عثمان زین نگو من یک تا شتری سرخموش میدیم. خلاص صحابه هر چی دادنش. گفت یا رسول الله دنیا دادی ما. گفت اشکم هم سر که اشکم بسیار بشناست. گفت چند روز از هیچی نخوردی؟ گفت 3 روز. گفت شیرای درگاه میبینی هفته ها هیچی نخوردن. اگه منتظر الله جهان شو. خداوند چی داده نصیبم باشه همون رو میبینیم. دیگر ما هیچی دادن. لیکن به هر حال که تو مهمانی مایی، تو از دین ما بیگانه ای، ما باید تو از درگاه خود ناامید نکنیم. صحابه ها را گفت کدام دخانه یا بریدن نان داشته باشی همین را بودی. سلمان فارسی از شهر جاجی اصفهان ایران برند شده و محضر پاک رسول صلی الله علیه و سلم گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. بیگانه بود آل رسول الله شد. رسول الله میگفتن سلمان من اهل البیت. سلمان از من است، من از سلمانم. سلمان از اولادی من است، سلمان اهل بیت من است، فرزندی من است، او خیش تباری من است. میگو از شهر ایران رفته بود جاجی اصفهان. لیکن ابو جهل اما بچه رسول الله بود، بیگانه شد بدبخت. این خدا را به هدایت که نکند گفتم قین است. ابو جهل که بدبخت رسول الله به چشم سر میدید ایمان نمی آورد. سلطان ویس قرنی در عشق رسول الله سوخت، پخت کباب شد که از درونش بوی جگر بریان می آمد. در عشق رسول الله، رسول الله ندیده رفت، صحابه نشد. صحابه کسی را میگی رسول الله به چشمش دیده. سلطان ویس قرنی ندید از رسول صلی الله علیه وسلم. وقتی که از خانهشون از مادرش یک چند ساعت اجازت که برای زیارت رسول الله گرفتن، گفت که من هیچ کس که ندارم با تو تیز برای زیارت کن گرد بیا. وقتی سلطان ویس قرنی آمد حضور محضر رسول صلی الله علیه وسلم، عایشه صدیقه را گفتن که رسول الله همینجا است. گفتن الان رسول الله با عده صحابه که سفر کردن. گفتن که میان به نزدیکی. گفت که نمیدونم که الان کی میپوید، اگر که در کار باشه منتظر شم. گفت که وقتی کم دارم، مادرم بسیار ناتاب است. گفت مادرم من اجازه بیشتر نداده است. خیر گویی که در کجا نشست میکنه رسول الله؟ گفتن که همین حجره جای نشستی رسول صلی الله علیه و آله آمد. فوکی مبارک شمان از جای نشست پیغمبر بو کشید و چهره های مبارک در جای رسول صلی الله علیه و آله می شکید. همون ریشا و محاسن مبارک در جای نشست پیغمبر می شکید. از همونجا گفت الصلاة و السلام علیک یا رسول الله. سلام و سلامتی بر پیغمبر فرستاد. از حجره پشتکی برآمد، دویده و پیش مادر آمد، خدمتی مادرش. سلطان ویس قرنی از یمن با شنیدن صدای اذان بلال 5 وقت نماز میخواند. بزرگی را بین. از مدینه بلال اذان میگفت در یمن که 80-70 کیلومتر است، سلطان ویس قرنی میشنید و با ندای اذان همون 5 وقت نماز میخواند. لیکن رسول الله نصیبش نکرد. به دنیا آمدم من از برای دیدن رویت، شنیدم صد دریغا از خزانت یا رسول الله. ندیدم حسرت من در جهان از روی زیبایت، زی دنیا میروم با آرمانم یا رسول الله. ما را آمدن من به این دنیا خدایا برای دیداری رسول الله است. لیکن اگر در اینجا ندیدم امید دارم که فردا ما را نشان میتی پیغمبر مونه. مقصد ما مرام ما دیدار اول جمالی به مسلمانند خودت، بعده جمالی به مسلمانند پیغمبری بزرگوارت است. امید همه امت همین است. امید آرزوی همه امت همین است که ما را مهرش به جان خریدیم، ما مصطفی ندیدیم، نام خوشش شنیدیم. صلو علی محمد. اینقدر داد و فریاد و سوزش ما امت اسلام برای دیدار رسول الله است. نباشه ما چی خدمت کردیم به پیغمبر؟ آیا همچون امت خدمت رسول الله انجام دادیم برادرها؟ والله نه نتونستیم. من تعجب میکنم، میترسم از خدا که فردای قیامت خدا هممون در محشر خیزاند و قاضی شود. خدا در اون حالت گوید که به پیغمبر تو چه خدمت کرده؟ هیچی نداریم در دست ما. به دین احمدی چه خدمت کرده؟ امروز مردم امت رسول الله در باطلاق کفر شده، در باطلاق کفر درآمدگی دیگه نه پروای دین و دیانت و حرام و حلال و ستر و حیا و خدا هیچی پروا نمانده. الان اهل علم و فضل و داناها و معرفت دارا سکوتن. ترسی حکومت، ترسی
منصبداران چنان بر زمین شنان اهل علم که دیگر زبان حقو را پوشاندن. یک کسی نیست که زبان بالا کند های مردم بگه لا اله الا الله محمد رسول الله. رسول الله در طول هیچ عصر و زمان چنین عصر پیغمبر قیم نبود. اول بعثت رسولگیشان پیغمبرشان مشرکان اینقدر تهدید میکردن، اینقدر آخر الحمدلله حکومت دارای محمد نام مسلمانی دارن. اگر شما سخن حق و قرآن و پیامبر را حق بگوید، اگر شما دیگرگونش نکنید چیز خدا و رسول خدا گفته است، علما با مردم خوب ایدی نفهمانند، حکومت هم هرگز مردم چی نمیگوید، علما را چی نمیگوید. این حکومت ای بالاش تا پایینترش همش بچه مسلمان است. همه یا دگوشان از آن گفتگیان، همه یا نامش امام علی و نمیدانم محمد سید عبیدالله و همینا به نام محمدی ذکر شدگیان، به نام اسلامی و قرآنی و احمد و محمد و امام علی و فلان و فلان و فلان. این خیلی نامای ایمانی و قرآنی. پدرای اینا هم همه سیدزاده و کلامزاده و همه اهل علم و علما در خدمت کرده رفتن. اینا با صدای اسلام و قرآن زندگی کرده گذاشتن. اینا هرگز دشمن دین نیستن. اینا فقط که ناجا میفهمانن اینا را در هیجان میارن. اگر خوب فهمانن اینا ضدیت نمیکنن برادران عزیز. لیکن تعجب که علما چرا سخن خدا نمیگوین؟ اینجاش تعجب است. زبان حقگوی علما بسته شده است. خداوند در قرآن وعید کرد برای علما که استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. سوره صف میگوید های آنهایی که ایمان دارید، خصوصا علما، چرا که اگر شما یک کاری خوب شرعی باشد به مردم بالای مردم در ذمشان میکنید، خودتان در دیگه جا معیشت راحت میکنید. پیش از آن که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه هر عملی را که بر مردم فتوا میدونن، اول در تقوای خودشان او را برمیکشیدن، اول خودش نمیکرد. اگر میخوای که سخنت به مردم مؤثر شود، سخنت را مردم گوش میکند، حلقه گوشش میکند، قبول میکند، مردم تو را همچون پیشوا انتخاب کنند، قبول میکنند، اول خودت از خدا ترس. اول راه خدا را خودت بیا. عالمی باشی که با مردم لاف بزنی و عالمی باشی که مردم از سخن خدا بگویی و خودت حرام خوری کرده بگردی، خودت تقوا نکنی، بالای مردم مسلمان ظلم کنی، تو چی دیگر عالمی داری؟ دیگر چه عالمی؟ اگر عالمی باشه تقوا در پیشگاه خدا عالم بودن شرط نیست. خداوند نگفت؟ خداوند تو چی گفت؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بزرگترین شما، بلند مرتبه ترین شما، با آبروترین شما، عزیزترین شما نزد من با تقواترین شما است. عالم شما نیست، سفیر شما نیست، وزیر شما نیست، رئیس شما نیست، پای و کمبغل شما نیست، جوان و پیر نیست، مرد و زن نیست، بلکه با تقواترین شما. یک کودک از این خلق از تقوا داره و از من بهتر است بشود. یک کسی که هیچ علم ندارد لیکن تقوا دارد، ترس خدا دارد، این بهتر است از اون که عالمی که علم دارد و تقوا ندارد. تقوا باید پیشه کرد. تقوا. حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما چنان ذاتی بودن که خداوند گفت رضی الله عنهم و رضوا عنه. من از اینا راضیم، گفت شما هم راضی باشید. 10 نفر خدا در قرآن اعلانی راضگی داد. از اینا من راضی هستم ای مردم، شما راضی باشه. اشرم ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زید، زبیر، طلحه و سعد ابن ابی وقاص، عبدالرحمن ابن عوف. خدا راضی شد از اینا. عمر ابن خطاب رضی الله عنهما تا حد تقواشان زیاد بود که گفت که اگر یک پم در درونی در جنت باشه، یک پم در بیرونی جنت باشه، هنوز هم ای خدا میترسم. یک پم در درونی در جنت های، یک پم ای در جنت بیرون، حاضر ای خدا میترسم. دیگر خدا پرستی ممکن بشه بیرون. به این خاطر میخواهم که برای برادر عزیزم فیروز جان 2 دقیقه صحبت میکنم. یک نصیحت و وصیت همچون برادر براش میکنم. انشالله بعد او دعا میکنیم بعد قاریا یک شاید که الان مردمه چی کنم. خداوند پاک برادر عزیزم فیروز جان یک باری وزبین امروز به دوستی تو میگذارد، یعنی تو آیله دار میشوی.
خدا نصیب کند به همون روزه که دست عروس تقپی و با خرسنده عروس تا به این خانه بیاری. خداوند خدا و عروس توفیق عنایت فرماید که هر دو حقتان خدمت پدر و مادر انجام تیه، در زندگی خدمت اینا را کنه و دعای اینها را کنه. انشاءالله فردا شما هم پدر میشه و عائله تو عروسی تو مادر میشه با فرزندان شما. انشاءالله امید دارم که مثل شما خدمت پدر و مادر میکنند. نصیحتی من اول برای شما فیروز جان این است که 5 وقت نماز در وقتش ادا کن، با جماعت حرکت کن که 5 وقت نماز در وقتش خوانی. دویم نصیحتی من بر تو این است که از خدای خودت ترس، همچنانه که اصحاب پیغمبر میترسیدند. حرکت کن که به سوی حرام هرگز قدم نزنی. حرام خدا را حرام دان، حلال خدا را حلال دان، زندگی خوبی شایسته کن. سوم نصیحتی من بر تو همین است که با زنت معامله خوب کن، با زنت شیرین سخنی کن. پیغمبر خدا میگه بهترین امت همان امتی که با زنش معامله خوب دارد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در معامله زن و شوهری بسیار خودشان احتیاطان کارن. حتی پیغمبر خدا با زنهاشان شما و لبیک دیگه میزدن، شما و لبیک دیگه میزدن. حتی زناشان چنان حد با حد دوست میدادن، در زندگی دست یاری دراز میکردن. پیغمبر خدا از مسجد گاه می آمد، میدن که حضرت خدیجه کبرا یا که دیگر ازواج مطهره یگان کاری در مشغول بودن، خودشان یک کاری دیگه میکردن. خودشان گاه جاگهشون میپرفتن، خودشان گاه چایشون میکردن میخوردن، گاه لباسشون خودشان میپوشیدن. چوب هم شکسته، علاو هم کرده، حتی شترها و بوزا هم جوشیده، تگی پای مالای هم رفته. خدمت کردن در زن این دیوسی را نشان نمیدهد، این بی‌قدر شده، این سنت پیغمبری بزرگوار است. در زندگی در زناتان دست یاری دراز کردن این سنت رسول الله است. این به عقلی و به آبرویی شما این معنی نداره که همه زن شده او رابر نیست، او آهن نیست، او چوب نیست که همه کاری زندگی در گردن همون باشه. نه، او هم گاه میخواهد که استراحت کند، او هم گاه میخواهد که درباره تو بشینه ای تو بو بکشه، او هم میخواهد همه کار در برگردن همون زدن عیبی ادب انسانی نیست. بعد نسبت زنات هرگز حقارت و دشنام نکن. مادری او را، پدری او را، خواهری او را. بسیاری بچه ها را میدانم که در زندگی حتی مادری زن شقارت میکرده است. این بسیار مادری زن بر تو مادر است فیروز جان. 4 پیل و 4 تکبیر میگفتن بزرگان. خسار خوشتامان پدر و مادری تو، پدر و مادری تو بر اون کلین پدر و مادر است و پدر و مادری او برای چم پدر و مادر است. گناهگاری کلان میشه اگر حرکت کنه، زندگی را خوب کنه، زندگیتان خرسندانه گذرد، زندگیتان با خنده و با خرسندی و با بازی و نیرنگ گذرد. ان شاءالله کمبودی در تو نمی آید، هم خودت خرسند، هم پدر و مادرت خرسند. ان شاءالله امید دارم که بابایش حاجی و فرزنداش همه اهل ایمان، اهل قرآن، اهل صلاحند. ان شاءالله با من فهمیدیم که فرد حضرت استاد شان نوردین جان در مرکت قدم می‌ورید است. ان شاءالله برای تو برکت است، برای تو فیض است که وارث پیغمبری بزرگوار، بهترین انسانی که خداوند او را برای ما یک هدیه داد، حضرت ایشان که امروز خانی تو قدم رنجه میکند میآید. به خاطر ایمانداری تو، به خاطر دوستداری و محبتی تو که به خدا و رسول است، حضرت ایشان میآید خانی تو. انشاءالله معرکت را آباد میکند. امید دارم که بازم فیض و فتوح زندگی زیاد میشه. خدای تبارک و تعالی این توی مبارک کنه و خدا رشته محبت و دوستی را میان مسلمانان برقرار کند. خدا وطن ما را، مملکت ما را با اسلام و با قرآن و با ایمان و با توحید خدای زینت بیده. پروردگار 7 میلیون مسلمان تاجیکستان را خدا توفیق بندگی عنایت بفرما. پروردگار مسجد و مدرسه های وطن کشیده و آباد بکن. خدا چیزهای گم کرده من دوباره به دست ما باز بیار. پروردگار قرآن حاکم خاندان هر مسلمان بگردان. الهی فرزندان ما مسلمین را از پیروی قرآن جدا و خالی نگردان. خدا زنان و دختران و خواهران و کلینان مسلمان صاحب عفت و شرم حیا بکن. پروردگار از بی‌حیایی و شرمندگی دنیا و آخرت خدا ایمنشان نگهدار. خدا موسی پیدا را صاحب ایمان مفصل و مجمل کن. خدا کمپیرکا را صاحب ایمان بکن. جوانا را با غیرت و با ناموس بگردان. خدای بیمارای مسلمین را شفا بده. الهی محبوسان از محبس آزاد بگردان. خدا قرضدارای اهل اسلام از قرض خلاص بکن. پروردگار فرزندان مسلمان که برای یافتن روزی فرزندشان به مملکت‌های روسی رفتن، اونا را بای و غنیشان گردان. صاف و سلامت با دست پر صحت و سالم و غانم به نزد پدر و مادر و زن فرزندکاشان باز بیار. پروردگار خدا کریم این ملتی
کوچک و این ملت مسافر و این ملت تنگ دست پروردگار هر چیز زودتر خدایا از تمام ظلم های دینی و دنیوی خدا خلاص گردان و پروردگار خدا کریم اعلای کلمت الله را برای سر ما استوار بگردان و گوشهامان تا روز قیامت و شنیدن ندای لا اله الا الله محمد رسول الله استوار بگردان. خدا توی فیروز جان مبارک کنه، خدا برکت در عمر و کسب و کارش عنایت فرما، پروردگار بهترین خوشی‌ها و لذت های دنیا را خدا نصیبش بگن. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره الذي هو أشبعنا وأنعم علينا خیلی خدم آدی مکان برکه منه. خدای تعالی خوشا پیر شوان و پروردگار و فرزندهای صالح به دنیا برای دنیا برحمت کرده. خوش آمده خوش آمده. خدا نگهدار.